و این چنین در مسند امام احمد از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که ما من ایام اعظم عند الله ولا احب الیه العمل فیهن من هذه الایام. یگان روزهایی نیست که بزرگتر باشد در نزد الله تعالی و محبوبتر باشد به الله تعالی عمل کردن در آن مثل این 10 روز. پس گفتند که فاکثروا فیهن من التهلیل. پس در این روزها تحلیل را بسیار گویید، یعنی لا اله الا الله را بسیار گویید. خاصتا از دمیدن صبحی صادق، یعنی بامداد، از آن بامداد تا غروب شام، لا اله الا الله، کلمه توحید، کلمه ای که برای تحقیق همین کلمه زمین و آسمان و مخلوقات و موجودات آفریده شده است. پیغمبرها فرستاده شده است، کتابها نازل کرده شده است. به خاطر همین کلمه روز قیامت ترازوهای عدل گذاشته میشه. لا اله الا الله، غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. غیر الله تعالی دیگر یگان شخصی نیست که سزاوار عبادت و پرستش باشد جز الله سبحانه و تعالی. لا اله الا الله، کلمه ای که کدام آدمی که آخرین کلامش از این دنیا لا اله الا الله باشد واردی بهش میشه. لا اله الا الله فاکثروا فیهن من التهلیل. در این روزها تهلیل را زیاد کنید، یعنی لا اله الا الله را زیاد کنید. و این چنین و تکبیر، الله اکبر. الله از همه بزرگ است. از کار دنیا، از مال دنیا، از کارهایی که شما را از عبادت منع میکند، از هر کاری که دارید، از هر چیزی که در نظر شما مهم است، الله اکبر. الله تعالی بزرگ است. چی مشکلی دارید؟ چی معما دارید؟ قرض دارید، بیماری دارید، الله اکبر بگویید. الله بزرگ است. این مشقت های دنیا، این تمام دنیا در نزد الله تعالی هیچ چیزی نیست. الله بزرگ است. الله اکبر. وقتی که کسی شما رو ترساند از آینده بد، بگویید که الله اکبر. الله بزرگ است. الله کریم است. از گذشته بدتان کسی ترساند، گویید که الله اکبر. الله تعالی بسیار ذات بزرگ است. با یک جمله استغفار گناه های ما تقدم را می بخشد. ای بنده آدم، ای بچه آدم، یا بنی آدم، ای فرزند آدم، لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. ای فرزند آدم، اگر گناهت به لجام آسمان رسد، تا لب آسمان گناه کنی، ثم استغفرتنی، سپس از من استغفار پرسی، غفرت لك ولا ابالی، گناه تو را میبخشم و پروا نمیکنم. این حدیث قدسی در سنن ترمذی است. گناهت را میبخشم، پروا نمیکنم که این قدر گناه بزرگت را بخشیدم. افته پر هیچی نیست برای من. الله تعالی میگه، حدیث قدسی است. الله اکبر. فاکثروا فیهن من التهلیل و التکبیر. این الله اکبر یا لفظ عادی نیست. الله اکبر. الله تعالی از همه بزرگ است. چی شما رو منع میکند که نماز خوانید؟ چی شما رو منع میکند که از علم شریعت، از بزرگی های شریعت با خبر شوید؟ همین دنیا، همین کاری به موضوع، همین مشکلی ها، همین مشقت ها، همین قرض ها، همین بیماری ها، بگویید برای همه این که الله اکبر. الله از همه چیز بزرگ است. در یک لحظه مشکلاتتان را الله تعالی میتونه حل کند. و تحمید، این چنین الحمدلله را بسیار گویید. الحمدلله، الله تعالی سزاواری حمد و ستایش است. الحمدلله، حمد فقط از آن الله است. هم در حالت مصیبت، این حمد غیر الله تعالی به دیگر کس گفته نمیشه. حمد در حالت مصیبت، در حالت ناداد الله تعالی هم الحمدلله باید گوید. الله تعالی فرزندتون نگرفت، جانتون نگرفت، نه بیمار کرد، شما رو مصیبت داد، اولین کلمه ای که باید از زبانتون صادر کنید الحمدلله، انا لله و انا الیه راجعون. یعنی الحمدلله فقط در حالت این مثل شکر نیست. شکر فقط در حالت یاد آوردن نعمت یا به خاطر نعمتی که الله تعالی داده است گفته میشد. اما حمد هم به نعمت هم به مصیبت. الحمدلله علی کل حال.
الحمدلله در تمام حالت ها گفته میشد. والحمدلله تملأ المیزان. پیامبر علیه الصلاة و السلام گفته که الحمدلله ترازو رو پر میکند. سبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بین السماء والارض. سبحان الله والحمد لله از زمین تا آسمان به ثواب و اجر پر میکند. این کلمه ها آسان نیست، کلمه های معیده نیست، کلمه های کم ثواب نیست. سبحان الله بین زمین و آسمان پر میکند، ترازو را پر میکند. الحمدلله. و تسبیح، اینش روایت احمد نه، اینش روایت بیهقی. در روایت بیهقی و تسبیح گفتن، و تسبیح هم گویتم، یعنی بسیارتر گویید. سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله. برعکسش هم لا اله الا الله، الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله. سبحان الله چی؟ الله تعالی از تمام کمبودی ها پاک است. الله تعالی از صفات های بد، از صفات های پست پاک است. الله تعالی از همسر پاک است، از فرزند پاک است، از شریک پاک است، از بخیلی پاک است. الله تعالی از تمام صفاتهای بد پاک است. کسی نسبت الله تعالی گمانی بد کند، کسی گمان کند که اگر من الله تعالی را عبادت کنم الله تعالی به من نیکی نمی کند، کسی گوید که من همین کار حرامم را اگر ترک کنم الله تعالی برای من کسبی بهتر از این عوض نمی دهد گوید، کسی گوید که من اگر حاضر این پول را صدقه کنم یا زکاتم را برارم الله برای من عوض نمی دهد گوید، فقط ظن بالله ظن سوئی، در حقیقت به الله تعالی گمانی بد کرده است. سبحان الله. الله تعالی از تمام صفاتهای نقص کمبودی پاک است، از صفاتهای بد. مشرکا الله تعالی را، یهودها الله تعالی را صفاتهای بد که توصیف میکردن، میگفتن که الله تعالی بخیل است، میگفتن نعوذ بالله. الله تعالی گفت که بل یداه مبسوطتان، بلکه دو دستی الله تعالی گشاده است، ينفق کیف یشاء، چه خیل خواهد صدقه میکند. غلت ایدیهم ولعنوا بما قالوا، اونایی که این گپ گفتند دست خداشون به پشت گردناشون بسته شد. اونا بسیار سخت هستند، بسیار بخیل هستند در دنیا. ولعنوا بما قالوا، لعنت کرده شدن به سبب همین گفتگی هاشون. الله تعالی فقیر گفتن در سوره آل عمران، در سوره بقره، در سوره نساء. بعضی از وصفایی که دشمنای الله تعالی در تمام سوره ها تقریبا هست، وصفایی که دشمنای الله تعالی رو با صفتهای بد وصف کردن، الله تعالی در قرآن ذکر کرد. و قال اتخذ الرحمن ولدا، و گفتند که الله تعالی برای خودش فرزند گرفت. سبحانه، الله تعالی پاک است، یعنی از فرزند، از همسر، از شریک، او یگانه هست جل جلاله و تقدست اسمه. یعنی این دعاها، این ذکرها معناهای عظیم دارد برادرها. یعنی فکر نکنید که یعنی که پیغمبر علیه السلام با این قدر بزرگشان و با این قدر این دهه بزرگ دوست همین 4 ذکر گفته. وقتی که دهه اول را تعریف کردن گفتن که فاکثروا فیهن من التهلیل، در این دهه لا اله الا الله، الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله رو بسیار گویید. یعنی نسبتی دیگر دهه ها. روایت احمد و این حدیثی صحیح است.